روزی وقتی حضرت موسی علیه السلام مادر خود را به قبر گذاشتند، از صبر دعا کرد، از قبرستان بیرون برآمدند، از درگاه الهی صدای آمد گفت ای موسی، از امروز سرکرده خود را احتیاط کنید. حضرت موسی حیران شد، گفت پروردگارا، این طولی چندین سال است که با تو صحبت میکنم و باری نشده بود که این سخن را بگویی، برای چی امروز وقتی مادرم وفات کرد این حرفها را میزنی؟ الله سبحانه و تعالی گفت ای موسی، وقتی مادرت زنده بود هر وقت که تو از خانه بیرون می برآمدی به ما دعا میکرد، گفت ای پروردگار من، فرزند مرا صحت و سلامت به خانه بازگردان، از خوف و خطر نگهبان باش. امروز که مادر نداری، امروز که دعاگو نداری، خود را از هر بلا و هر آفت کوچه نگه دار. پس ببینید که برادران و خواهران من، وقتا پیامبران محتاج دعای پدر و مادر باشند، ما بنده های عاجز و ناتوان کی هستیم؟ الله سبحانه و تعالی کلی پدران و مادران در حفاظت خودش نگه دارد و ما فرزندان خدمت پدر و مادر کردن نصیب کند. السلام علیکم و رحمت الله.